تصاویر تازه از محفل نامزدی زهرا الهام با جمال مبارز که کاملا شوکه کننده می باشد. زهرا الهام چه زمانی با جمال مبارز نامزد شده است؟ زهرا الهام و جمال مبارز در کدام کشور زندگی می کند؟ و نشر ویدیوهای نامزدی زهرا الهام و جمال مبارز در صفحات مجازی و گریه های زهرا الهام در تازه ترین لایفش در صفحه تیک تاک. اما به چی دلیل؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام و جمال مبارز دو هنرمند خوش صدا، نام آشنا، محبوب و سرشناس افغانستان هستند. زهرا الهام هم از آرام می باشد و جمال مبارز از ولایت زیبای بامیان از آرام می باشد. زهرا الهام و جمال مبارز دو ابر ستاره های موفق تلویزیون طلوع، بالخصوص برنامه رقابتی ستاره افغان بودند. زهرا اولین دختر خانمی بود که مقام اول را در پروسه ستاره افغان از آن خود کرد و جمال مبارز هم اولین رپخوانی بود که توانست مقام اول را از آن خود کند. زهرا الهام و جمال مبارز تحت حمایت خاص آریانا سعید قرار می گرفتند و به همین دلیل زهرا الهام با جمال مبارز و کمک آریانا سعید به کشور استرالیا رفتند. جدیداً این روزها خبرهای در صفحات مجازی درز کرده است که زهرا الهام با جمال مبارز نامزد شده است و این خبر خیلی شوکه کننده برای علاقمندان و طرفداران این دو جوان بوده است. این همه در حالی است که جمال مبارز در افغانستان ازدواج کرده بود ولی همسرش به دلیل نامعلومی به قتل رسیده است. عزیزان و طرفدارانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. من آرزوی خوشبختی، سعادت و کامیابی برای جمال مبارز و زهرا الهام از بارگاه عزت منان خواهانم. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی همیشگی من است. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر، بدرود.